خوبه، خیلی به خدا خوبه. بچه میاد سر هم سلام و عرض ارادت. آقای همزاده نمیشه دیگه چیکار کنیم؟ خوب شور کنم. خوب بله. شما چطورین؟ خوبین؟ ما زندگی روتینی مثل همه مردم، یه نفسی میاد میره. خوبه. من از دور دیدم شما دارین راجع به تمرکز صحبت میکنین. بله بیا ما اگه بشه یه 2 کلمه یه پند و نصیحت بدیم بریم. اگرم نه که الان برم. بسیار عالی بسیار عالی. بفرمایید. یکی از فلاسفه بزرگ به اسم ژان ژاک روسو این میگه که تمرکز زیباست. خیلی تحقیق کرده راجع به تمرکز. ممکنه، نمیدونم، من اطلاع ندارم. خب این حرف که خنده‌دار نیستش که تمرکز. نمیخندم، نه این حرفو اینقدر عمیق بود و عمیقا ما رو در خودمون فرو برد. ما الان در خودمون فرو رفتیم. لیله شدم. شما نظرتون چیه راجع به تمرکز؟ تمرکز به نظر من یه سری ریشه های خانوادگی داره. تو خانواده ما هم این مسئله واقعا ریشه دار هست. بای من با تمرکز یه ارتباط خاصی برقرار میکنه. بله. خیلی آدم متمرکزی بود، فقط هم رو من متمرکز بود. کاکام یه خطایی میکرد میزد تو گوش ما، خواهرم یه خبتی میکرد میزد تو گوش ما، او باید دوتاش بودش بزرگو خطا میکرد با لغت میمد تو صورت ما. آقا این اواخر دیگه با مامانم به اختلاف خوردن، 2-3 بار هیجر و منجر و اینا ما رو طلاق داد. گفتم بابا من پسرتم، این اصلا قانونی نیست، تو برای چی من طلاق میدی؟ نمیدونم چه جوری. آقا ما طلاق دادن، الان ما جدا هستیم از هم دیگه. بالاخره پدر هست، احترامش واجب هست. وقتی میگه با طلاق میدی دیگه رو حرفش نمیشه حرف بزنی. بله. نه تنها در محیط منزل بلکه در مدرسه هم تمرکز خیلی نقش مهمی ایفا می‌کنه تو زندگی ما. آقا ما رفتیم مدرسه، ما کلاس 3-5 بودیم. از قضا آقا یه معلمی برای 3-5 آورده بودن، این قبلا در رشته پرتاب نیزه کار میکرد. این خیلی قشنگ گچ پرت میکرد. آقا 3 سال و نیم این صبح تا ظهر این گچوی رنگی و سفیداره میخوابوند وسط پیشونی ما. اقدر قشنگ میزد. چرا؟ نمیدونم، بعد وقتی خودم هست که نمیدونم چرا. اقدر آقا ما میرفتیم لوی دانش آموزا و میخزیدیم پشت 4 نفر، میمد رو میریز میزد وسط پیشونی ما. نمیدونم چرا. آقا این ها گذشت بعد 25 سال بازنشسته شد. این الان 4شنبه صبح 8 صبح میاد در خونه ما یه گچی میزنه تو پیشونیمون فرار میکنه. نمیدونم، اخلاق خاص خودش هست. و در ضمن آقا تمرکز فقط مربوط به انسان ها نیست. تو حیوانات هم ریشه دار هست. بله در حیوانات الان یه پشه هست 19 سال رو ما تمرکز کرده. آقا ما هر جا بریم این میاد میزنه. الان تمام جونم این پشه‌و زده. من شب تا صبح میخارونم، خود ول نمیکنه. باور کنید من رو ببینید 1000 نفری برم این میاد ما رو میزنه. استخر میرم، پریدم تو او، پشه‌و پرید تو او دنبال ما دست شنو میرفتیم، این با این بالاش کرول پشت دنبال ما، عمق 4 متری ما رو گیر انداخت نیش زد. داغ رو کرد. تمرکز آقا چیزی هست که نه تنها من فلاسفه این مانند روسو هم روش تأکید دارم.